اینی انگشتر است خب که یکی انگشترهای موره است. بسیار خوب. انگشترهای موره است هیچ وقت یا از نگاه محکمی بسیار محکم است. یکی از این انگشترهای مارپیچ است که یا بسیار انگشترهای این خیلی محکم محکم است بسیار دیگه. محکم از نگاه وزن هم بسیار وزنش پر است. یکی اینی انگشتر است که یا ساختای دبی است سیارش 21 است. انگشترهای گل است. بله این انگشترها هیچ وقت نه میده میشه و نه خراب میشه. بسیار عالی. وزنای جر برام بگین قیمتاش دیدار جان؟ وزن اینی انگشتر ما که است 8.5 گرم وزن داره خب عیارش 21 است به حساب افغانی میشه. بسیار خوب. 63000 700 قیمتش میشه به حساب افغانی و به حساب دلار 900 دلار میشه. بله دوستا. 900 دلار از جمله انگشترهایی که در هر وقت میتونین که ازش استفاده کنین و بپوشین کاملا راحت. دقیقه 66 هم دیدار جان براتون گفت. بله بسیار خوب. و این انگشتر؟ این انگشتر ما 7 گرم وزن داره بله و به حساب افغانی میشه عیار 16 است. بسیار خوب. 45500 45000 و به حساب دلار تقریبا 680 دلار میشه. 680 دلار. بله. اینا باز اندازش خرد کلان هم میشه؟ خرد کلان باز ما خود ما میتونیم میشه برش خرد کلان. بسیار خوب. بله. بسیار عالی.